در واقع من اینطور استنباط میکنم که این پرچم نمادی از یا سمبل آزادیخواهی کردی هست که در هر قسمت کردستان که لازم بوده و باشه ازش استفاده شده و میشه، و در کنگره های بعدی حزب دموکرات کردستان ایران شاید تغییراتی روش صورت بگیره و به شیوه دیگه در بیاد. شاید در آینده ایران تغییراتی حاصل بشه درباره این پرچم و چگونگی رنگ ها و ساختار پرچم. اینطوره؟ بله همینطوریه. ببینید و ما زمانی حزب دموکرات کردستان بودیم و در کنفرانس سوم حزب دموکرات کردستان پرانتز ایران شدیم. در کنگره سوم هم همینطور، اول کنفرانس سوم، بعد کنگره سوم، بعد در کنگره چهارم ما به طور کلی حزب دموکرات کردستان ایران شدیم. و حالا که حزب دموکرات کردستان ایران هستیم، فردا در فرداهای روشن که در چشمانداز ما داریم میبینی، شاید در کنگره بعدی اصلا نام حزب رو هم عوض کردیم، مسئله پرچم رو هم به شکل دیگری عوض کردیم و ما نه برنامه و اساسنامه هامو، نه نمادهایی که داریم، نه رهبریتمون، هیچ یک از اینها نه ابدیان نه همیشگیان، در حال تغییرند و نو میشن و احتمال اینکه با توجه به موقعیتی که ما درش زندگی میکنیم بتونه این مسائل حتما تغییر بکنه. و حرف شما درسته، استنباط شما درسته. احتمالا در آینده این مسئله در شرایطی دیگر حتما به شکلی ممکنه عوض بشه و به شکلی دیگه ممکنه در بیاد که نماد دیگری داشته باشه یا نوع دیگری باشه. بینندگان عزیز، همونطور که عرض شد، مهمان برنامه من جناب کاک حسن حاتمی، عضو حزب دموکرات کردستان ایران و ایشون هم اکنون همچنین سخنگوی انجمن زندانیان سیاسی کردستان ایران در خارج از کشور هم می باشند. با ایشون گفتگو رو ادامه میدیم. در یک مورد دیگه اگه کاک حسن لطفاً کوتاه مختصر بفرمایید، این واژه یا اصطلاح تجزیه طلب و تجزیه طلبی اصطلاحیه که من خودم شخصا فکر میکنم جز به همون واژه هایی که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی به ادبیات سیاسی و اجتماعی ایران وارد شد، چون مثل واژه هایی همچون صهیونیسم و شعارهای همچین نه شرقی و نه غربی، اصطلاحات و ترم های جدیدی که وارد ادبیات سیاسی ایران شدن. ولی در حال حاضر بخشی از اپوزیسیون تمامیت خواه خارج از کشور هم داره همین اصطلاح رو به کار میبره. در مقابل ما میبینیم که در صفوف اعتراضات انقلاب ژینا در تمام ایران، در هیچ جای ایران هیچ وقت بحث از این کلمات نشده، این واژه ها به میان نیامدن. چرا اینطوریه؟ چرا جمهوری اسلامی از یه طرف و یه بخشی از اپوزیسیون این دارن بیشتر از حد این واژه ها رو بزرگ کردن و زیادی به اینا اهمیت میدن به این اصطلاحات؟ ببینید ما بعد از کودتای اسفند 1299 که بعدا رضا شاه ازش در اومد در سال 1304، متاسفانه واژه دیگری رو به جای ملت‌های موجود در ایران گفتن حکومت ملوک طوایفی و بنیان گذاشتن دولت ملتی که بر یک پرچم، یک زبان، یک ملت استوار بود و گفتند که ایران از قوم‌های متفاوتی تشکیل شده زیر چتر یک ملت که ملت ایران رو تشکیل میدن، که این به نظر ما نادرست بود و میگفتن هر کسی غیر از این فکر بکنه ایران رو داره تجزیه میکنه و عوامل بیگانه است. در اون زمان چرا این مسئله بود؟ شاه وقتی که رفت، از آخرین بار از ایران رفت، سخنرانی داشت. قبل از اون گفت اگر من برم ایران ایرانستان میشه. اون رفت، تاریکندیش دیگری اومد، جنایتکار بزرگتری اومد
ولی ایران هم ایرانستان نشد. و حالا که مسئله تجزیه طلبی و تجزیه هراسی یکی از مسائلیه که متاسفانه جمهوری اسلامی که روش همیشه میدمه و با این شکل میخواد جنبش حق طلبانه بزرگ ملت کرد و ملت های دیگر غیر فارس رو سرکوب بکنه، این واژه رو بکار میگیره. اون با توجه به اینکه جنایتکاریش و کشتار مردمان ایران از اولین بهار آزادی در کردستان و بعد از آن شروع شده، شاید به عنوان یک دشمنی که الان برای همه دنیا بر علیه خلقای ایران یا ملت‌های ایران شناخته شده چیزی عجیبی نباشه، چون اون بایستی نوعی مستمسک داشته باشه برای سرکوب خودش که اصلا اینطوری نیست. ولی اپوزیسیون به جای حق طلبی، ما حق طلبی رو بایستی بیشتر به کار ببریم در برابر تجزیه طلبی. ما مردمی حق طلب هستیم که دموکراسی میخوایم، آزادی میخوایم، تحصیل به زبان مادری میخوایم، هویت فولکلوری خودمون چه لباس جناب علی و من هست، لباس زیبای کردی و همه راه و رسمهایی که کردها دارن و از همه مهمتر نوعی احساس ملی هست که تشکیل یک ملت رو میده. همه اینها به عنوان نوعی وجود ما و از طرف دیگه قبول جغرافیای رنجی ایران یا به قول کیان شهید ایزه‌ای رنگین کمان ایران وضعیتیه که در جغرافیای ایران وجود داره و چه جمهوری اسلامی برای سرکوبی بیشتر و چه اپوزیسیونی که اینطوری میاندیشن تمام اندیشانی هستند که اونا هم اون ورسکه هستند که نمیخوان هم حقوق حقه ملت های ایران، یکی از اونها ملت کرد رو به رسمیت بشناسن و هم نوعی برای خودشون با توجه به مسئله حقوق بشر در جهان که در این چارچوب ما با توجه به تعریفی که عرض کردم به عنوان یک ملت حتی میتونیم حق تعیین سرنوشت خودمون رو داشته باشیم و اون حق تعیین سرنوشت تا رسیدن به نوعی داشتن کیان خود، سرزمین خود و به عنوان استقلال کردستان میتونه مطرح باشه از نظر حقوق بشر. ولی ما قبلا که در فاز خود مختاری بودیم، الان نسل ما، فاز ما، حزب ما حق تعیین سرنوشت رو با توجه به فدرالیسم تعریف کرده و اون مسائل دیگه هر چی غیر از این باشه ما مسئولیتش رو قبول نمی کنیم. ولی هستن کسان زیادی هستن به عنوان یک انسان که میخوان طبق سیماده حقوق بشر، افراد زیادی هستن هم در کردستان هم در جاهای دیگه، این حق رو برای خودشون محفوظ می‌دارند که طبق ملت بودن یک روزی اگر دولت واقع بینی با توجه به قراردادهای دموکراسی سر کار بود، مثل بریتانیا، مثل کانادا، این حق رو محفوظ بداره که در این باره رفراندوم بشه. ولی این زمانیه که اصلا مشخص نیست، هیچ چیز الان به قول معروف در این فاز نیست، بلکه فازی که الان هست همچنان که عرض کردم فدرالیسمه و ما در چارچوب ایران دموکراتیک و با قراردادی که بر حقوق حق ما با توجه به اون موقعیتی که الان ما درش هستیم، یعنی هم از نظر زبانی، هم از نظر سرزمینی، هم از نظر همزیستی مسالمت آمیز، هم از نظر مشارکت، توافقی و عدم تبعیض و با هم بودن، این مسئله رو بتونیم پیش ببریم و ما خودمون رو در سرزمین خودمون با اونها نوعی اشتراک موجودیت همزیستی ملتی میدانیم که همه با هم اگه بتونیم این انقلاب ژینا که به همین منظور هم بر علیه دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه اسلام سیاسی شیعه اثناعشری داره مبارزه میکنه، به همین سمت میره. و من در اینجا عرض میکنم بازم اصلا از این واژه های که
میتونه ما را از همدیگه جدا بکنه و تا حدی میشه گفت بیگانه بکنه، یا اون مسئله معروفی که میگن تفرقه بینداز و حکومت کن رو ما برنتابیم. خیلی جالبه و ما درخواست میکنیم که همه با هم بتونیم این وضعیت رو طوری مدیریت بکنیم که حق برابر برای همه در ایران آینده فدرال یا ایالات متحده ایران، که من چند شب پیش در یکی از اتاقهای توییتری مطرح کردم، یکی از مسائلی میتونه باشه که ما خودمون اگه به قول اونا میگن یک نوع فدرالیسم ایرانی بسازیم با زندگی انسانی و همه برابر و بدون عدم تبعیض و بودن زنان کودکان همه در یک سطحی که همه از این موقعیتی که داریم برخورد متساوی حقوقی داشته باشیم. بله، بسیار متشکرم کاک حسن حاتمی عزیز. دوستان عزیز، آنچه که دیدید و شنیدید بخشی از دیدگاه‌های جناب کاک حسن حاتمی، عضو کمیته ارتباطی احزاب ایرانی و کردستانی حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور بودند. اگه شما بیننده عزیز در ارتباط با محتوای این برنامه‌ای که ما داشتیم و حرفی برای گفتن دارید یا جزو آن دستی از کسانی هستید که می‌خواهید در برنامه بنده شرکت داشته باشید، میتونید از طریق کانال‌های ارتباطی رسانه‌های اجتماعی با بنده تماس بگیرید و ما سعی می‌کنیم یک برنامه گفتگوی ویژه با شما هم داشته باشیم. امیدوارم که روزهای خوبی رو در پیش رو داشته باشیم برای ایران عزیزمون و کردستان قشنگمون. منم خیلی خوشحالم که به این فرصت رو به من دادید. امیدوارم سال آینده سال آزادی همه ملت‌های ایران و نبود رژیم نگریس و ضد انسانی ولایت فقیهی و آخوند سپاهی که الان حاکم باشه. متشکرم. زن زندگی آزادی، جن جیان آزادی. جیان آزادی بجی. دست خوش.